پیام به تمام مهاجران تاجیک که در کدام منطقه دنیا کار و فعالیت زندگی میکنم. من یک فردی تاجیکستان سبحانی سعید هستم. همه تا میدونید امروز خدا تعالی ما در همین یک آدم هستم که معیوب هستم، از پاچه محروم هستم. گرچه این پاچه من مثل چلیکام نیست، این پاچه من به حسابی که از اون بعد پایان بریده میشد که من همین پاچه 1.5 سال به خواب نرفته این پاچه به عذاب گرفتم. همین که یک کم این پاچه هم باشه، این پاچه هم باید که به حساب دکترها باید بریده باشد، برای که رگی من کار نمیکند. مبلغ نبود که من همین درد خرم. برای همین من امروز به شما مراجعت میکنم که در جایی که باشیتون، برای که زندگی تاجیکستان امروز برای شما فرزنداتون، خانهاتون در کدام منطقه‌ای که کدام منطقه تاجیکستانی که برای مهاجرت رفته گشت، برای زندگیتون رفته گشت. من میدونم روز شما احوال شما برادرها، دادرها، اپا، خواهرها، مادرها. برای هم یک برادر عزیز یک شعر نویسندگی بسیار شعر درباره همین مهاجرت با نام عبدالواحد زیور من برای شما قرائت میکنم. برای کسی سخت میرسد عذر، برای کسی که اگر فوران باشد، اگر رحمتی کلام. من یک صغیر هستم، فقط میخوام که وطنم آباد باشد، ملت هم آباد باشد. من 35 سال زیاد در روی صحنه هستم، از 15 سالگیم فقط برای مردم تاجیک خدمت کرده هستم. تویشون با معرکه‌هاشون با 28 سال در وزارت فرهنگ کار کردم در دولت امروزه. خب نه که یگان گر نه قدرم کردن نه امروز خبرم میگیرن. من امروز سنی سالی من در 56 رفته هستم، 4-5 سال دیگه حیات دارم ندارم من اینشه خدا تعالی میداند. اگر زنده باشم اگر با شما هستم، لیکن اگر فردا که 1 سال نیم سال که نباشم، اگر در امان خدا باشه، جایی که باشه خونتان آباد باشد. همین روزی شب که شما همتان مهاجرت برگردید و در همین وطن صاحب کار شویتون و در همین وطن زندگی کنیتون، خونتان آباد باشد. روزایی که در مهاجرت کشیدتون، یا که امروزا من میدونم که در روسیه چی احوال است در مردم تاجیک، نبینیتون. سلامت باشیتون. من همین شعر برای شما قرائت میکنم. اگر در احساسات داده شما که یکی گریه کنم، اگر من از شما عذر میخوام. آفتاب اگر مشعله افروزد چی، مهتاب به من دیده اگر دوزد چی. من مهر و محبت شما را خواهم، دادا دلتان به من نمیسوزد چی. پاپوش یگانه هم دری دست دادا، خوش از سری سختی من پری دست دادا. پایهای کفیدم چنان خونشارم، این حالی مرا سگی ندید دست دادا شما کجای دادا، حسرت به دلم چرا نآید دادا. همسایه برای دخترش کورته خرید، از بحر خدا چکم نماید دادا. در پیش زمستان خنک است دادا، پیراهن خواهرم تنک است دادا. دادرچه هم این سال به مکتب نرود، محتاج به کستم و بروک است دادا. دادا شما مرا میشنوید، درد دل بیماری مرا میشنوید. من گله بسیار ندارم دادا، این گله افگاری مرا میشنوید. دادا دینه 2 تا شکلات آوردم، پولدار شدم رفته سلات آوردم. از بس که برای خواهرم کورته نبود، از خانه یک زنک خلط آوردم. از شادی خواهرم چنان شاد شدم، یک لحظه زی بند گریه آزاد شدم. این جان دخلت که به گریبان بوده است، از ناله خواهرم با فریاد شدم. دادا سری من و پای شما، یک بار بیاید خالی از جای شما. یک شهرکی خورد و ما جدای امزی هم، دادا وای من و وای شما. دادا زنی جوان بگرفته، زن قحطی زد است که علمان بگرفته. از نام خوشی شما چی مانده است دیگر، این لحظه که نام زن کلام بگرفته.
دادا دادا زیراحتان برگردید، از پیش زنی خودخواهتان برگردید. تا عمر بود انتظارم دادا، بر منزل و بر درگاهتان برگردید. از ملک غریبی دست شوی دادا، گلهای امید خود ببوی دادا. دی شبزن همسایه مرا گفت صغیر، معنای صغیر چیست گوی دادا؟ از زنده شما زنده جدا دادا، از اسب غرور خود فرای دادا. دو دختر و دو پسر دعا مانین است، از خانه آن زنک برای دادا. دادا دادا علم کشیدم دادا، از اشک زیاد نم کشیدم دادا. نادیده جوانی پیر شدم نفهمید، از زنده جدایی غم کشیدم دادا. سلامت باشید برادر عزیز. وقتی که زندگی آدم با یک روزای پستی می آورده است، همه یار رفیق خاطرش می برآورده است. من امروز 20 سال هست بهانه صحیح بودم، گلی سری معرکه بودم، لیکن امروز چه خدمتی که برای وطن ما کردم، از روزی که جنگ های برادرکشی بود و در رسپولیک در جمهوری و لاتینی بود، من از همین جمهوری هیچ جا نبرآمدم، کارم نپرداختم. در وزارت فرهنگ کار کردم تا 2008. بعد از 2008 من احوال به گرفتار شدم. برای اون آدمایی که این شعر من خوندم، خانه پستن اصلا زنها دیگه گرفتن و فرزندشون پستن، نلب با اون آدما که فرزندشون صغیره شد، دختراشون از راه برآمدن، راههای نادرست برفتن. برای چی؟ برای یک دهن ها، برای زندگی پیش بردم. برای من مراجعه میکنم به شما، هر کسی که در مهاجرت رفتگی هستی عجلت ما دست گیرید. چند سال که نامده حق توی سگارتون رو باید کنید. من دیگه چی گفتن من نمیدونم، برای که یک آدمی مرده هستم. اگر پا می داشتم، اگر ممکن من امروز بجایی که هر یک مهاجر تاجیک من ایشان بخون می رفتم با شما رو برای کنسل میدادم، اون چیزی که در دلم بود من میخوندم میدادم. همین شعری که از من برای شما قرائت کردم، من آهنگ بستگی هستم، لیکن مبلغ ندارم که از خانه برام یا که ثبت یعنی سودا بکنم. برای برادرای گرامی کلداری که هستند در طرف در مهاجرت در دیگه جمهوری ها که امروز سرداری تاجیک‌ها هستند، تاجیک‌ها نگاه کنه، الهی کم که سربلند باشه، خانه‌تان آباد باشد، با پیش فرزندتان سری بلند که برگرده، خانه در خانه نپرته. من از 2002 سال از عالم جدا شدگی هستم. بعد سال روز عالم ندارم، 4 پسر ما خودم کلام کردم، 4 پسرم آدم قطعی هستم، من کلام کردم. خدا یکان انسان چکل که من هستم از یکان درد نفید، یکان درد نفید، یکان موی سرش آسیب نمید. اگر که آدم در یکان کسلی گرفتار میشد میشد، این همه اون دو دستگاهی که جوره داری رفیق داری همش گپ بوده. برای سلامت باشیدتون. من کم تنک علم دل کردم به شما، برای همین در کجایی که باشیدتون فاریه نمیشه. سلامت باشیدتون مردمی مهاجر. سراپا آهی سوزانم خدایا، پریشانم پریشانم خدایا.
در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا. در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا. نمانده تو این صافه به مردم، زی مردم من گریزانم خدایا. شدم نادارمان هم زیری تنم، چی سازم من که انسانم خدایا. شدم نادار و ماندم زیری تنم، چی سازم من که انسانم خدایا. حقیقت جستم و از پای فتادم، تو را من زیر فرمانم خدایا. تو هستی صاحبی حق را بینمای، غلامت من تو سلطانم خدایا. تو هستی صاحبی حق را بینمای، غلامت من تو سلطانم خدایا. سراپای سوزانم خدایا، پریشانم پریشانم خدایا. در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا. در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا. در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا.